اینجا ریشه در خاک دارم. من اینجا تا نفس باقیست میمانم. مردم ایرانو با هیچ چیزی عوض نمی کنن. بعد خودتون و آقازاده هاتون و همه تون خارج از ایران همه کار بکن، همه کار. با تکای خودم باور نمی کنیم بالای 20 آقازاده رو دیدم. چجوری تمام نوع نتیجه هاتون تو خارج از ایران؟ ما بگیم خب تحریم ها برکات هم داشته. چه برکتی داره؟ یکی از آقازاده که اسمشو عوض کرده هکتور، ببخش معلومه واسه اون برکت داره. چه برکاتی. من فکر کنم اگه تو غار کهف میرفتیم، اصحاب کهف بودیم، میومدیم بیرون، چنین اتفاقاتی رو نمیتونستیم شاهد باشیم. تا سیاست خارجیمون رو درست نکنیم به هیچ عنوان نمیتونیم وضعیت اقتصادی مملکتمون رو به راه بکنیم. مگه میشه تو 1 سال گذشته دلار 1.5 برابر بشه؟ چجوری میتونن مسئولین ما راحت سرشون رو بذارن بخوابن؟ خیلی هاشون شاید ایرانی نیستن که دلشون به حال ملت ایران نمیسوزه. دو تابعیتی ها نمیتونن مسئولیت دولتی و فلان و بیسار بگیرن. هر چی اتفاق میفته میندازن گردن مردم. صحبت‌ها رو ما داریم از کسی میشنویم که فکر کنم به خاطر تمام این سالها فوتبال و زحماتی که کشیده و به هر حال کاری که انجام داده طبیعتاً مشکل اقتصادی خودش نداره. مگه میشه الان با 30 میلیون 40 میلیون زندگی گذروند؟ باید گریه بکنم اما خندم میگیره. افغانستان یکی رو آورده رئیس بانک مرکزیش گذاشته که نه تحصیلات داره نه سواد داره، تورم اونجا نداره. تو مملکت ما سالی بالای 70-80% تورم داریم. آقای پزشکیان افتخارش اینه که میگه که تنها دولتی هم که بنزین رو گرون کردن. این افتخار داره؟ چجوری شما میتونی از مردم فاصله بگیری اما تو دلشون محبوب باشی؟ این چیزی ممکنه؟ تصمیماتی گرفته میشه که خارج از فوتبال حوزه فوتبال. آزاد به دنیا اومدن، آزاد زندگی کردن. تو ایرانو میگید اصلا اشکم تو چشاتون جمع میشه.